بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد استادان برادران و حاضرین محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راستی در اول میخواستم درباره هجرت و راههای پیروزی صحبت کنم یا در موضوع هجرت راه پیروزی است و یا در موضوع اهمیت هجرت در نائل گشتن به پیروزی. اما بعد فکر و مطالعه وابسته به فلسفه هجرت و خاصتا هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابگان بزرگوارشان به مدینه منوره و قبل از آن هجرت عده از صحابگان به حبشه و اینچنین بعد از آموزش شرایط هجرت در آن عصرها و مقایسه آن به عصر خودمان به خلاصه رسیدم که درباره موضوعهایی که در بالا قید کردم نه، بلکه در موضوع نگاه به هجرت و برد و باخت آن در زمان معاصر صحبت کنم. البته آنچه که بنده اینجا قید و ذکر میکنم وابسته به فکر و نظرهای خود بنده است، نه برگرفته از دیگران یا از فکر و نظرهای دیگران. و منظور بنده هم از هجرت در این موضوع تنها جنبه سیاسی آن میباشد و بس، اگر این اصطلاح درست باشد، نه مسائل دیگر وابسته به هجرت از قبیل حکم هجرت، فضیلت هجرت، نوعهای هجرت و از همین قبیل. بنده بر این نظر هستم که هجرت به آن اندازه که در عصرهای گذشته سبب پیروزی و موفقیت مخالفان و مظلومان قرار می گرفت، در عصر حاضره و زیر دولتداری نوین آن صفت و خصوصیت ها را ندارد. در آن عصرها در حقیقت هم هجرت و یا ترک کردن وطن راه برای پیروزی محسوب می شد. اما در عصر حاضر فکر نمی کنم که هجرت کردن راه برای پیروزی و یا سرنگون کردن خودکامه محسوب شود، یا لااقل آن شانس های را که در عصرهای گذشته داشت حالا ندارد، بلکه از پیروزی کده باخت هایش شاید بیشتر باشد. البته این فکر نظر من است و انشاءالله در چند عامل که آنها را فعلا ذکر میکنم میتوانم این فکر خودم را بیان کنم و این گفته هایم را میتوانم در چند عامل بیان کنم. عامل یکم، ببینید در آن وقتها یا در آن دورها دولتها به حالت دولتداری امروزه نبودند. آن زمان هر شخص و یا هر گروه و یا قبیله میتوانست به جای دیگر هجرت کند و آن جای را مرکز و یا به مکان قدرت خود تبدیل داده مبدل به نیرو شود. اما در این دور و زیر دولتداری امروزه این عمل قریب ناممکن است. مثالش هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابگان بزرگوارش به مدینه منوره. شرایط آن زمان آن دور همین گونه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه با صحابگانش به مدینه هجرت کردند و مدینه را مرکز خود قرار دادند، در آنجا دولت اسلامی را بنیاد گذاشتند و مدینه مبدل شد به مرکز و مکان قدرت آنها. و همین گونه بود که بعد تقریبا 8 سال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به یک نیروی بزرگ وارد مکه شد و مکه را از دست مشرکان فتح کرد. عامل دوم، آن عصرها هجرت مخالفین به دیگر سرزمین و منطقه های دیگر در حقیقت هم خطر به حاکمان ظالم منطقه خود بود و از این خاطر اکثر سرداران کشورها و یا قبیله ها کوشش میکردند تا راه هجرت مخالفینشان را گیرند، زیرا میدانستند که هجرت آنها
سبب نیرو گرفتن و قوی گشتنشان میگردد. اما در زمان ما برعکس است. خود دیکتاتورها تلاش می‌ورزند تا مخالفین خود را به هجرت و ترک وطن تشویق کنند تا به این وسیله از خطر آنها در داخل حکومتشان خلاص شوند. مثال هجرت صحابگان به حبشه و حالت امروزه مخالفین در جهان. همین که یک عده از صحابگان به حبشه هجرت کردند، ببینید که سرداران مکه چقدر در خوف و هراس بودند و برای پیش روی آنها را گرفتند، چقدر تلاش ورزیدند. و همین که آنها به حبشه رسیدند، مشرکین مکه نماینده فرستادند تا آنها را بر بگردانند، زیرا میدونستند که آنها اگر در اونجا باقی بمانند قدرتمند میشوند و همین گونه هم شد. اما در حالت ما و شما ببینید مخالفین کشور افغانستان، ایران و خود مخالفین خودمون هم، دیکتاتورهای ما و شما کوشش میکنند و تشویق میکنند که ما و شما را از وطنمون به هجرت کردن تشویق کنند، زیرا میدونند که بیرون شدن ما و شما به منفعت آنها است، برخلاف زمانهای گذشته. زیرا وضعیت دولتداری آن روزه از امروزه خیلی هم فرق میکند. عامل سوم، آن عصرها هجرت بهترین راه برای قوی شدن، مسلح شدن و نیروی نظامی جمع کردن بود. اما در زمان معاصر و زیر سیاست دولتداری امروزه انجام دادن این عملها خیلی هم مشکل و یا ناممکن می باشد. و مثالش هم هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره و دیگر هجرت ها. من بیشتر اینجا از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مثال میارم که زیرا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. تکیه بر همین آیت کوشش میکنم که بیشتر مثال هایم را از زندگانی خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیارم. ببینید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن زمان، آن عصرها وقتی که به مدینه هجرت کرد، این بهترین راه برای قوی شدنشان بود، برای نیروی نظامی جمع کردنشان بود، برای تشکیل دادن دولت بود. اما در زمان ما و شما متاسفانه زیر سیاست دولتداری امروزه انجام دادن علم نقطه هایی که قید کردم، قوی شدن، مسلح شدن یا نیروی نظامی جمع کردن خیلی هم مشکل است. بله ما میتوانیم نیروی حقوقی، سیاسی، رسانه اینها را جمع کنیم، اما تأثیر اینها کمتر است از آن تأثیری که نیروی نظامی و اینها دارد. عامل چهارم، آن عصرها هجرت آدمان را آزاد و وابسته دیگران نمیکرد. اما حالا باشد درست است که هجرت شخص را از ظلم ظالم نجات میدهد، اما او را در زمین هجرتگاهش مقید میکند. و این هم یک عامل خیلی هم مهم است. در عصرهای گذشته وقتی که یک قبیله یا یک عده نفرها به یک جای هجرت میکردند، اونا کلا آزاد میشدند و وابسته هیچ کسی دیگری نبودند مگر حالتهای کم. اما در زمان ما و شما در زیر سیاست دولتداری حاضره هر جایی که هجرت کنی منفعت‌های همون کشورها نمیگذارند که تو همون قدر آزاد باشی، بلکه تو مقید هستی. ببینید مثالش هجرت مخالفین ایران، افغانستان به اروپا و یا هجرت مخالفین خودمان هم به اروپا چقدر با تعداد زیاد. اما ما در اینجا آن شرایطی را که در زمانهای قبلی داشتن فعلا نداریم. درست که ما از دیکتاتور و ظالم ها آزاد شدگیم، اما مقید به قوانین هستیم که آنچه که دلمان میخواهد برای آزاد کردن کشورمان، منفعت های این کشورها شاید طلب نکند، شاید منفعت های اینا طلب کند که با دیکتاتور همکاری کنند و حتی مانع پیشروی یا که برطرف کردن دیکتاتور از جانب ما و شما شود. عامل پنجم، آن عصرها گاه هجرت سبب میشد که مهاجرین
یا مهاجران در یک سرزمین رفته صاحب و مالک و سروران آن منطقه گردند. اما حالا باشد این اصلا غیر امکان است. مثالش هجرت قبیله های ترکی از ترکمنستان به اناضول. قبیله های ترکمنی از ترکمنستان به اناضول هجرت کردند و در آنجا زندگی کردند و این منطقه را سرزمین وطن خودشان قرار دادند و تا به حال در آنجا حضور دارند، وجود دارند. اما در عصر حاضره این عمل تقریبا غیر امکان است. دولت ها به همون حدودهای خودشان تقسیم شده گیند. یعنی هر جایی که قدم بگذاری منطقه را پیدا نمیکنی که خالی از دولت داری دولت یا افرادی باشد. یعنی دولت ها همین نقطه به نقطه به همون محدودهای خودشان تقسیم شده گیند. اون شرایطی که در عصرهای پیشینه بود و همون گونه آزاد باشی، هر جا رو منطقه خودت قرار بدهی طبق خواست دلت، متاسفانه امروز خیلی هم یا بگیم اصلا وجود ندارد. عامل ششم، عامل مسافه. یک عامل مهم در هجرت این مسافه است. هر قدر مسافه هجرت نزدیکتر باشد همان قدر برگشتن آسانتر و سریعتر می شود، یا برهم دادن دیکتاتور آسانتر و سریعتر می شود. و هر قدر مسافت دور باشد مشکلتر می گردد. آن عصرها هجرت بیشتر به کشورهای گرد و اطراف صورت می گرفت و این عامل برای برگشت خیلی کمک و تأثیر قوی داشت و این را ما می توانیم در هجرت امروزه و قبلی خودمان مقایسه کنیم. ببینید ما در سال 1992 به افغانستان که کشور هممرز تاجیکستان بود هجرت کردیم و در آنجا نیرو جمع کردیم، قوی شدیم و تانستیم در مدت 4 تا 5 سال با وطن به سر بلند با انجام دادن صلح بر بگردیم. اما امروز ما از تاجیکستان هجرت کردیم به کشورهایی که 5-6 هزار کیلومتر از تاجیکستان دورند، در اطراف تاجیکستان هستند. اگر هر قدر قوه هم داشته باشیم با آن اندازه تأثیری که ما اگر در اطراف تاجیکستان باشیم نمیتوانیم تأثیر برسانیم و این یک واقعیتی هست که باید بالایش فکر کنیم و راههای حلش را باید پیدا کنیم. خب عامل هفتم، کشور پشتیبان. این هم یکی از عاملان مهم در هجرت است و این عامل مهم است و وابسته به عصرهای گذشته و امروزه نیست، اما در زمان فعلی نسبت به عصرهای گذشته خیلی هم مشکل و دشوار است. همین عامل کشور پشتیبان خیلی هم تأثیر در هجرت دارد. اگر ما به جای هجرت کنیم که آن کشور، اما کشور میزبان پشتیبان ما باشد، تمام اختیارات را تمام امکانات را در اختیار ما بگذارد، واقعا هم این سبب می شود که برگشت ما و شما و یا برطرف کردن دیکتاتور از جانب ما و شما یا از جانب مهاجران آسانتر و سریعتر می شود. اما اگر به کشور هجرت کنیم که اون کشور سیاستهایش طلب کند که از ما و شما پشتیبانی نکند، واقعا برگشتن با سری بلند یا برهم دادن دیکتاتوری خیلی مشکل دشوار می شود. ببینید برادران، اما به هر حال در وضعیت امروزه هجرت، در وضعیت امروزه هجرت ما را به پیروزی میرساند یا حد اقل ما را در هجرتگاه محو نمی کند اگر این عملها را انجام بدهیم. یکم، فرهنگ و هویت اسلامی، اعتقادی و ملی خودمان را حفظ کنیم. اینها را نباید از دست بدهیم. این بهترین چیزی هست که یک مهاجر باید در هجرتگاه آن را حفظ کند. دوم، کشورهای میزبان را همچون وسیله برای برگشت به وطن استفاده بریم، نه اینکه آن را کشوری مثل خود قرار دهیم. سوم،
انگیزه مبارزوی خود و مردم را حفظ کرده توانیم. این هم خیلی مهم است. اگر ما نتوانیم در این مدت سالها انگیزه مبارزوی مردم را حفظ کنیم، واقعا مردم از ما دور می شود. باید برنامه‌های داشته باشیم که انگیزه مردم را بتوانیم حفظ کنیم. چهارم، خود را برای مبارزه به طرز درست و زمانوی آماده نماییم، زیرا شرایط فرق کردگی است. راه‌های مبارزه را پیش بگیریم که زمانه آن را طلب میکند. پنجم، آماده کردن برنامه جدی برای برگشتن به وطن و تحریزی آن. ششم، استفاده از امکانات کشور میزبان برای آماده کردن کادر و متخصصان. این خیلی هم مهم است، خیلی و خیلی مهم است که متاسفانه ما آن را گاها نادیده میگیریم. خوب، 1 2 3 4 5 6. هفتم، کشور خود را با آن همه سختی و مشکلاتش اولویت قرار داده مفتون زندگی در این کشورها نشویم. باور کنید همون قدر تلاشه که بعضی جوانای ما برای دریافت کردن پاسپورت های این کشورها میکند، اگر یک قسمی آن را برای برگشتن به وطن یا برای نیست کردن ظالم و دیکتاتورها انجام دهند، خیلی هم راه را برای ما و شما آسان میکنند. اما فراموش نکنید که هجرت ما را محو میکند یا بنستی میبرد اگر به این عملات دست بزنیم. هویت اسلامی، ملی و فرهنگی خود ما را از دست بدهیم. دوم، از هدف و مقصد اساسی خود دور شویم و به مسائل دیگر دست بزنیم. سوم، از هجرت برای برگشت و آماده کردن خود خوب استفاده نبریم و مشغول عملهای خرد و ناچیز شویم. چهارم، این سرزمین ها را کشور خود قرار داده کشور خودمان را فراموش کنیم که متاسفانه بعضی پیامدهای آن دیده می شود. پنجم، از ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی خود دست بکشیم یا دور شویم. ششم، انگیزه سیاسی و مبارزوی خودمان را از دست بدهیم. واقعا اگر اینها را ما به اینها اهمیت ندهیم، ما در این هجرت ها، در این مدت های طولانی که باقی میمونیم، واقعا ما و شما را محو میکند. خلاصه همین است که برای برگشتن به وطن ما باید کوشش کنیم که از اینه که مردم را به خارج شدن، به هجرت کردن تشویق کنیم، دیگر مردم را به برگشتن به وطن تشویق کنیم و ما و شما هم کوشش کنیم که در کشورهای اطراف تاجیکستان جای پای و قدم پیدا کنیم و به آنجاها برویم تا بتوانیم از آنجا نزدیکتر به دیکتاتور، به سیستم دیکتاتوری فشار بیشتر بیاریم تا با سر بلند به کشور بر بگردیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.